بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه خودتان، برنامه بازسازی اندیشه می باشید، خدمت تک تک شما بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمات بیکران الهی بهره‌مند بوده باشید. با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه مهمان شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. به اجازه شما در نخست خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح، کارشناس دائمی برنامه نیز، عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد فاتح، سلام علیکم، خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما استاد بزرگوار و تمام عزیزانی که در هر گوشه از دنیا ما را میبینند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما استاد بزرگوار هستم. تشکر استاد فاتح گرامی. خب بینندگان عزیز و گرامی، اگر مستحضر هستید ما تقریبا طی 2 قسمت گذشته این برنامه مباحث را پیرامون دعوت به نصرانیت و اینکه آیا کتاب مقدس نصرانی ها را اجازه می دهد که دیگران را به دین نصرانیت دعوت کنند یا خیر، و همچنین پیرامون روش ها و ابزاری که مبشران مسیحی از آن در دعوت به مسیحیت استفاده می کنند صحبت هایی داشتیم و این صحبت ها به خاطر این مطرح میشه که در جهانی که ما امروز ساکن هستیم و در عصر که ما در آن به سر میبریم، دشمنان دین از وسایل و ابزار مختلف برای به انحراف کشاندن نسل جوان کار میکنن و فعالیت میکنن. به این لحاظ و به این خاطر خواستیم این بحث را مطرح کنیم و همچنین در ارتباط به حقیقت ادیانی که امروز از آنها به نام ادیان آسمانی یاد میشه که ادیان آسمانی بودن اما تحریف شدن، به خاطر معلومات و پی بردن به حقیقت این ادیان این بحث را مطرح کردیم و نظر به تقاضای شمار از بیننده های عزیز و گرامی خواستیم دوباره به صورت مفصلتر و گسترده‌تر بحث شناخت و معرفی یهودیت و نصرانیت را مطرح کنیم که البته وقتی این بحث مطرح میشه ابتدا مقدمه خواهیم داشت در ارتباط به دین شناسی و بعدش انشاءالله تا قسمت های بعدی به یهودیت را به معرفی خواهیم گرفت و همچنین مصادر دین یهودیت، تورات و تحریف تورات، دلایل تورات، فرقه های یهود و همچنین نصرانیت و مصادر کتاب مقدس و انواع اناجیل چهارگانه و بررسی متون اناجیل چهارگانه و
عقیده تثلیث و دلایل نصارا بر این عقیده و برخی از عبادات نصرانی ها ان شاء الله خواهیم پرداخت. امیدواریم که در برنامه های بعدی که ان شاء الله بحث ما از این برنامه آغاز میشه و با هم ربط داره و سلسله وار است، با ما همراه و همگام بوده باشین و در این برنامه ان شاء الله پیرامون تعریف دین و اقسام دین و اینکه آیا بشر به دین نیاز دارد یا خیر و قرآن در ارتباط و ادیان چه فرمایشات داره در ارتباط صحبت میکنیم. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، ابتدا اگر بحث را از اینجا آغاز بکنیم که یک تعریف مختصر از دین از نگاه زبان شناختی و همچنین از نگاه اصطلاح داشته باشیم و بعدا اگر میشه باز هم در ارتباط به تاریخ ادیان هم صحبت داشته باشیم. جناب استاد، حقیقت امر این است که آنچه در مورد دین گفته شده تعاریف مختلفی در مورد دین مطرح کردیده، یعنی در زبان عربی. زبان عربی هم یکی از زبانهایی است که برخی از کلماتش و برخی از لغاتش دارای معانی مختلف و دارای معانی متعدد هست. این طبیعتاً به خصوص یعنی در زبان عربی زیاد مشاهده میشه که یک کلمه دارای معانی مختلف میتونه باشه و در جاهای مختلف معانی مختلفی را افاده میکنه. آنچه که در مورد دین گفته شده حقیقتاً میخوام که یعنی به صورت بسیار گذرا پیرامون این موضوع صحبت بکنم تا اینکه بینندگان عزیز و گرامی بتوانند استفاده بکنن. دین حقیقتاً دارای معانی مختلف هست. علما میفرمایند، علمای زبانشناسی یا علمایی که در گرامر زبان عربی تبحر دارند و آشنایی دارند در این مورد، میگن که اصلا خود دین از فعل ثلاثی مجرد یا ثلاثی، از فعل ثلاثی بگین به صورت که همان دانه هست، دانه اشتقاق شده و مشتق شده خود دین، و میگن که میتونه در 3 مورد 3 معنا داشته باشه یا در 3 مورد میتونه معانی داشته باشه، زیرا هر فرعی از این 3 موضع میتونه معانی مختلفی داشته باشه. یعنی اگر این که این دین احیانا میشه که از نظر زبانشناسی متعدی به خودش بشه، یعنی تعدی بکنه به خودش. بله. این در به هر حال این حرفا رو میگین برای کسایی که بیشتر در این مورد آشنایی دارن، چون احیانا میشه که پیرامون این موضوع متاسفانه افراد مختلفی وقتی وارد میشن که معنای دین را درست نمیفهمن، برای مردم یک معنا را گرفته تفسیر میکنن و خیلی راحت از رویش میگذرن و مردم هم فکر میکنن که واقعا دین همین چیزی است که این نفر میگه. به عنوان مثال میگم، میخوام که علت بیان این موضوع را بگم. یعنی برخیا به تعبیر دیگر از دین به تعبیر عربی یک تعریف مانع و جامع ارائه میکنن، در حالی که این گونه نیست، تعریف متعدد وجود داره. اگر حقیقت امر ایه که جناب استاد، اگر تعریف مانع و جامع باشه کامله. اگرچه این یک بحث فلسفی هست که آیا این حرف که تعریف مانع و جامع باشه یعنی مانع دخول اشیاء دیگر باشه و جامع و کامل باشه، این یک بحث فلسفی هست که ما به این نمیپردازیم. ولی المهمی که جناب استاد یعنی میشه گفت که تعاریف غلطی از دین برای مردم داده میشه. به عنوان مثال یک سکولارها میگفت که دین، وقتی سوال میشه که آیا دین به معنای قانون و نظام میتونه باشه، میگه نه، انکار میکنه. یعنی اصلا خب این یک جانب میبینه، مالک یوم الدین میبینه، ولی دین که در قرآن کریم به صورت تفصیل در جاهای مختلف به معانی مختلف استفاده شده این رو نمیبینه. به هر صورت جناب استاد، اگر این دین متعدی به خودش بشه یک معنا داره، متعدی به با بشه معنای دیگه داره، متعدی به لام بشه معانی دیگه داره. یعنی در قرآن کریم ما هر کدام میبینیم لکم دینکم ولی دین، ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا یا دین الملک مالک یوم الدین، معانی مختلفی که در جاهای مختلف هر کدام اینها از خود یک معنای خاصی داره دین. بله. بس بنابراین جناب استاد حقیقت امر این است که معانی مختلف در جاهای مختلف میتونه داشته باشه. این فقط از نظر لغوی است.
و آنچه که یعنی منظور ما هست، آنچه که منظور ما هست و ما میخوایم پیرامون ادیان صحبت بکنیم، دین عبارت از انقیاد، عبارت از طاعت و بندگی کردن و حقیقتا سرفرود آوردن در برابر یک چیز، به این میگن دین. یعنی در لغتی که ما میخوایم در مورد ادیان صحبت بکنیم یا میخوایم که ادیان مورد بررسی قرار بدیم و دینهای مختلف مورد بررسی قرار بدیم، دین عبارت از شریعت است. دین عبارت از یک منهج است. چون گفتیم که در ضمن معانی که دین داره یکی از معانیش اینه، اگرچه وقتی که ما خواسته باشیم دین را در اصطلاح هم تعریف بکنیم، در اصطلاح هم خواسته باشیم تعریف بکنیم، همین معنایی که مادامی که متعدی به خودش باشه، متعدی به لام باشه، متعدی به با باشه، همین معنا را افاده میکنه. یعنی در معنای اصطلاحی وقتی خواسته باشیم ما تعریف بکنیم دین را، در ضمن آن معانی که در لغت به آن گفته شده و وجوهی که در لغت مطرح شده داخل است. متوجه شدین؟ بله. این چیز واضحیه که یعنی وقتی که ما خواسته باشیم از یک شی و از یک چیز، از یک لغت خواسته باشیم ترجمه بکنیم، در ضمن ترجمه لفظی یا در ضمن ترجمه تحت اللفظی بگین، معنای اصطلاحی هم در آن هست، وجود داره. یعنی به هر صورت این معنای لغوی دین هست، آنچه که مورد بحث و مورد گفتگوی ماست. اما در باب اصطلاح جناب استاد، هر کس آمده یک تعریفی کرده یا میشه گفت تعاریف مختلفی در باب دین مطرح کردن، ولی آنچه که یعنی برخی از علمایی که در علم ادیان یا علمایی که در باب علم ملل و نحل آمدن تعاریفی مطرح کردن، میگن قول ارجح و قول بهتر این است. گفتیم اگرچه که هر کس یک تعریف خاصی کرده برای دین. میگن دین عبارت از اعتقاد است به یک ذات مقدس و مبارکی که دارای مجموعه، و این دین اعتقاد داشتن و مجموعه سلوک و رفتارهایی است که دلالت میکنه بر این که انسان در برابر این ذات مقدس خضوع بکنه و خشوع بکنه و تذلل بکنه، و این خشوع و تذلل برگرفته از حب به این ذات باشه و از باب این باشه که به او امیدواره و ترس داره از عذابش. این یعنی معنای کلی میتونه باشه درباره دین، که به خاطر که ما اگر خواسته باشیم مثلا دین را بگین مجموعه مسائل است که ایمان آوردند، یعنی تعریفی که ما مسلمان ها میکنیم، دیگه ادیان را از داخلش بیرون میکنه. به این واسطه میگن که دین عبارت از اعتقاد به ذات مقدس است و دارای این دین دارای سلوک و رفتارهایی است که این سلوک و رفتارها دلالت بر این میکنه که این ذات مقدس عبادت بشه و پرستیده بشه، حالا چی ذات اقدس الهی سبحانه و تعالی باشه یا ذات دیگری باشه که به نزد اون مردم مقدس شمرده میشه و مقدس پنداشته میشه. این عبادت و این تقدس هم چی باشه؟ از روی حب باشه، یعنی از روی دوست داشتن به این ذات باشه و از روی این باشه که یعنی از روی حقیقتا همان امر یا بگین از روی ترس باشه، از خوف و رجا، یعنی اگر استفاده کلمات واضح‌تر استفاده بکنه، از روی خوف و رجا او را عبادت میکنه، او را پرستش میکنه و در نزدش عزیز و محترم هست. به خاطر این معنا حقیقتا میتونه و این تعریف اصطلاحی میتونه که کل ادیان در بر بگیره، چون هر دینی فکر میکنه حالا به هر صورت که آنچه که او عبادت میکنه و آنچه که او به او اعتقاد داره و آنچه که او به عنوان معبود میشناسه به نزد او محترم و به نزد او مقدسه. اگر خواسته باشیم جناب استاد، چون سوال شما دو جزء داشت، درباره تاریخ، درباره تاریخ ادیان صحبت بکنیم. حقیقت امریه که الله سبحانه و تعالی وقتی انسان رو میآفرینه، دین هم همراهش میآید، چون نیاز داره بشر به دین، نیاز داره که دارای یک برنامه باشه، چون میدانین که دین حقیقتا چنانچه الله سبحانه و تعالی میگه لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا، برای هر کس شریعتی است و طریقی است و راه و روشی است و این انسان طبیعتا به این راه و روش، چون الله خالقش هست، بناهن به او دینی فرستاده تا این انسان لجام گسیخته نشه، بلکه بر اساس همان منهج و بر اساس همان راه و روشی که الله سبحانه و تعالی به او ترسیم کرده حقیقتا او فرد بره و انسان در همون باب وارد باشه و برای که دوچار تزلزل و دوچار وسوسه نشه، دوچار خرابی نشه. انسان وقتی آفریده میشه، مثلا از اولین انسان صحبت بکنیم، حضرت آدم علیه السلام. حضرت آدم علیه السلام همراه توحید، الله متعال به او توحید میآموزه، همراه توحید در روی زمین میآید
و فرزندان حضرت آدم علیه السلام هم همچنین. و این نسل اندر نسل این توحید منتقل میشه و این دین توحید حقیقتا دین یکتاپرستی که اولین دینه که اشاره بکنیم به این موضوع هم خوبه که چون برخی از ملاحده و برخی از فلاسفه یا برخی از کمونیستها معتقد به دین نیستند، بلکه میگن اصلا انسان همین جوری آمده بدون اینکه دینی برایش بیاید، طبیعت به وجود آورده و بعد این انسان روابط فرازمینی پیدا کرده و به هر صورت خب حرف فلسفی بسیار پیچیده است که اصلا فکر کنم که بیننده های ما نیازی به اون نداره. بله به هر صورت و حتی جناب استاد فاتح گرامی کسایی که وارد مباحث میشن از به اصطلاح روشنفکرا که خودشان هم اینامن یا نوگرها، خودشان هم اونقدر در این بحث قناعت هم ندارن. بله به هر صورت جناب استاد دین اولین دین، به خاطر این نکته را یعنی ضمنی عرض کردم که برخی از بینندگان به خصوص جوانان ما احیانا فریب این افراد را میخورن. بله به هر حال این دین چیزی به نام دین اصلا وجود نداره و الله سبحانه و تعالی اصلا اللهی وجود نداره که دینی بفرسته و نعوذ بالله از این مسائل. به هر صورت انسان به خاطر همان نیازی که داره به دین، نیاز داره به قانون، نیاز داره به یک نظام که او را درست بتانه به جهت درست به حرکت بده که خالقش او را آفریده و برایش برنامه گذاشته و همین برنامه را برایش میگن دین. برنامه هایی که یعنی در ابواب مختلف در باب زندگی افراد و در باب زندگی انسان ها، چی زندگی فردی باشه و چی زندگی اجتماعی. به هر صورت حضرت آدم علیه السلام با دین توحید آمد و این ادامه پیدا کرد تا اینکه شرک به وجود آمد. بعد از اینکه شرک به وجود آمد الله سبحانه و تعالی، شرک خب به وجود آمدنش خیلی راحت بود برای شیطان. بعد از اینکه میفهمین شما که وقتی هر گروهی، هر قوم و هر امتی که از آن چی دارن دور بشن، از جهت دیگر وقتی میدان خالی گذاشته بشه، از یک طرف شیطان و از یک طرف انسان‌های شیطان صفت داخل شده و خیلی راحت مردم را به حقیقتاً به بندگی خود در میارن، به بردگی خود در میارن و خیلی راحت اینها شروع میکنن به عبادت غیر الله. و این اتفاق افتاد که الله سبحانه و تعالی به صورت مستمر انبیاء علیهم السلام را فرستاد. برخی از این انبیاء علیهم السلام که عموما اینها به سوی اقوام خاصی فرستاده میشدن، مثلا میشه در یک زمان چندین پیامبر آمده، چندین پیامبر وجود داشته. بله اقوام مختلف. با عنوان مثال اگر اشاره بکنین، حضرت برخی از این پیامبران چندین تا پیامبر به سوی یک قوم فرستاده شده مثل موسی و هارون. برخی از اینها به سوی اقوام مختلف فرستاده شدن، در یک زمان بودن مثل یوسف و یعقوب علیهم السلام، مثل حضرت ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، اینها در یک زمان بودن مثلا. و از این قبیل یعنی الله سبحانه و تعالی انبیاء علیهم السلام را فرستاد و هر کدام از اینها دارای منهج و دارای روشی بودن. ولی حرف همه اینها چی بود جناب استاد؟ حرف همه اینها در حقیقت در باب اصول و قواعد الله پرستی بود. یعنی در باب توحید و یکتا پرستی الله سبحانه و تعالی بود و به این ترتیب بود که این ادیان به وجود آمد. حقیقتا اولا گفتیم که از زمان حضرت آدم علیه السلام و حتی تا امروز هم میبینیم که هر کس یعنی خیلی راحت برای خودش دینی میسازه و هدفش ساختن هم خیلی واضح و آشکاره که هدف چیه، تا اینکه مردم را در زیر چتر خود بیاره و به هر صورت مردم را فریب بده. از این پس تاریخ ادیان برمیگرده به تاریخ پیدایش و آفرینش انسان. یعنی میشه از روزی که انسان آفریده شده دین بوده، وجود داشته. بله. و در هر زمان، در هر برهه تاریخی، در میان هر قوم، در میان هر گونه انسان‌های ما، با وجود یکی از دانشمندان میگه که یعنی ما درست است برخی از اقوام صاحب علم نیستن، صاحب هنر نیستن، صاحب فلسفه نیستن، صاحب تمدن نیستن، اما هیچ جای بدون پرستشگاه، بدون عبادتگاه نبودن. بله جناب استاد، این حقیقتا اگر ما در کتب مقدس یا در کتبی که در نزد ادیان مختلف مثلا مورد اعتبار، مثلا اگر اسلام را ببینین الله سبحانه و تعالی در سوره نحل آیه 36 میگه ولقد بعثنا فی کل امة رسولا،
یا مثلا در بله در قرآن کریم موجوده. اگر ما حتی داستان هایی که از انبیاء علیهم السلام آمده از حضرت آدم شروع بکنیم الی انتها، الله سبحانه و تعالی در مورد آنها چی به صورت تفصیل چی به صورت اجمال صحبت میکنه. این حرف را الله میزنه. در واقع این آیه صورت اجمال موضوع را مطرح میکنه. صورت تفصیل هم در برخی از سوره ها و در برخی از آیات قرآن کریم آمده. و همچنین اگر شما مثلا در کتاب مقدسی که در نزد یهودیت هم، یعنی مثلا اگر تورات بگیرین در نزد یهودی ها مورد اعتبار، اگر عهد جدید رو بگیرین اناجیل چهارگانه و بقیه ملحقاتی که داره بگیرین، اینها در نزد مسیحیت و یهودیت هم مثلا سفر پیدایش وقتی شما مراجعه بکنین در کتاب مقدس، یعنی اولین بابی که داره یا اولین موضوعی که داره سفر تکوینه یا سفر پیدایشه. شما میبینین که از حضرت آدم شروع میکنه و به همین ترتیب می انبیاء علیهم السلام که ان شاء الله ما بعداً به این موضوع به صورت تفصیل چنانچه شما فرمودین شما در خلال صحبتاتون بسیار دین گفتین و ادیان گفتین و میخواستیم که در ارتباط به این که آیا دین تقسیمات داره، ما انواع دین داریم و از چه نگاه و از چه اعتبار ما دارای چند دین هستیم، مثلا اگر در ارتباط توضیحات بدید. جناب استاد اگر خواسته باشین ما به صورت اجمال تقسیم را، ادیان را تقسیم بکنیم و دین ها را تقسیم بکنیم، میتونین اینها را به دو دسته تقسیم بکنیم. که به صورت اجمال نسبت به معبود که چی کسی مورد عبادت قرار میگیره، چنانچه ما در دین اگر یادتان باشه تعریف کردیم که دین عبارت از همان ذات مقدس است که مورد عبادت قرار میگیره و عبارت از راه و روشی است و به همین ترتیب اون رو تعریف کردیم. اگر خواسته باشیم از این باب بیاین ادیان را مثلا ما تعریف بکنیم یا تقسیم بکنیم که دارای چه قسم هست، میشه گفت به صورت کلی و اجمال دین به دو دسته تقسیم میشه. یک قسمی هست که ادیان است، میشه با آنها گفت ادیان آسمانی که عبادت الله را میکنه، چنانچه ما اشاره کردم ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نحل به این مورد اشاره میکنه در آیه 36. و همچنین کتاب های دیگه که قبلا برخی ها رو نام بردم، یعنی کتبی که یا ادیانی که آسمانی هست به سوی عبادت الله سبحانه و تعالی بندگان را چیکار میکنه؟ دعوت میکنه و اینها را به سوی عبادت الله و پرستش یگانگی الله سبحانه و تعالی فرا میخوانه. این میشه یک قسم از ادیان باشه، مثل ادیان ابراهیمی، مثلا دین اسلام، دین یهودیت، دین نصرانیت و ادیانی که آسمانی بوده اینها، که برخی از آنها در قرآن کریم به صورت تفصیل آمده، برخی به صورت اجمال آمده. به هر صورت این یک نوع هست جناب استاد که به سوی عبادت یگانه پرستی دعوت میکنه. این یک نوع دین هست. دین های دیگری هست که اینها به سوی عبادت غیر الله سبحانه و تعالی بندگان را دعوت میکنه، مثل با عنوان مثال دین بودایی، دین هندویی، مثلا هندویزم که است. و یا اگر اشاره بکنین حتی در باب دین زرتشت، اگرچه در باب زرتشت حرفایی است، ولی این دینی که امروز وجود داره و کتاب مقدسی که به نام اوستا دارن، امروز حقیقتا یک دینی است که به سوی عبادت غیر الله سبحانه و تعالی فرا میخوانه و در آن خیلی حرفهای از باب شرکیات وجود داره. به هر صورت جناب استاد این حقیقتا میتونین به صورت اجمال اینها را این گونه تقسیم بکنیم. قسم اول همان دین هایی است که به سوی عبادت الله فرا میخوانه. قسم دوم ادیان است که به سوی عبادت غیر الله سبحانه و تعالی فرا میخوانه. جناب استاد البته شما من میخواستم یک نقطه را اشاره کنم که برخی هایی برداشت نکنن وقتی شما میگین دین هایی که به سوی الله پرستی، به سوی یگانه پرستی فرا میخوان، از جمله دین یهودیت و مسیحیت هم شما ذکر کردین. شاید کسی از بیننده ببینه خب پس من میتونم که معتقد میگم به دین یهودیت باشم، من میتونم که یهودی باشم و در صراط مستقیم قرار داشته باشم و این بحث جداست که باز شاید ما جناب استاد حقیقت امر اینه که ما وقتی میخوایم که در این مورد صحبت بکنیم یا میگین دین یهودیت و نصرانیت، ما اصل دین رو میگیم، نه این دینی که امروز در میان مردم. اگر خواسته باشیم این دین رو مثلا با عنوان مثال در باب نصرانیت، دین نصرانی ها
وقتی عقیده تثلیث آمد عبادت غیر الله است. ما نمیتونیم که این نصرانیت امروزی را هم حقیقتا داخل بکنیم که این هم از جمله دین هایی است که به سوی الله متعال فرا میخوانه. ما در اصل صحبت میکنیم جناب استاد. جناب استاد اگر کسی پرسه که چرا شما وارد بحث ادیان میشین، چرا اصلا ما باید در ارتباط به ادیان مختلف معلومات داشته باشیم، وارد این مباحث شویم، چی نیاز است؟ جناب استاد یعنی اگر خواسته باشیم از زاویه های مختلف این بحث را مورد بررسی قرار بدیم فکر میکنم خیلی خوب باشه. اولی که ما به عنوان یک فرد مسلمان میبینیم که قرآن کریم به این مورد اهتمام ورزیده و حتی رسول الله علیه السلام در احادیث فراوان به این موضوع اهتمام ورزیدن و علمای اسلام هم همچنین به این مورد اهتمام ورزیدن. این یک بخش است. اگر خواسته باشیم این مورد را تفصیل بدین، مثلا در قرآن کریم ما در قرآن کریم داریم که الله سبحانه و تعالی در مورد ادیان چی به صورت تفصیل و چی به صورت اجمال صحبت میکنه. اول اگر خواسته باشیم صورت اجمالی موضوع را بگین، مثلا آیه‌ای که اشاره کردم، آیه 36 سوره مبارکه نحل، ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، این حقیقتا صورت اجمالی موضوع هست. یا همچنین الله سبحانه و تعالی به صورت مجمل در جای دیگه در سوره مبارکه حج آیه 7 میگه که ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهید. اینها را الله سبحانه و تعالی به صورت تفصیل میگه، نام میگیره و نام میبره. یهود، نصارا، صابئی ها که به هر حال صابئی ها هم در مورد آن اختلاف نظر هست که اینها چی افرادی هستند که بحث طولانی داره. به هر صورت مجوس و مشرکین و کسانی که باز به صورت کلی الله سبحانه و تعالی میگه آنها را حقیقتا مطرح میکنه. این به صورت اجمالش هست. به صورت تفصیل اگر خواسته باشیم در قرآن کریم ما برخی از سوره هایی داریم که به صورت تفصیل در یک باب صحبت کرده. مثلا سوره بقره، اولین سوره قرآن کریم، یا مثلا سوره فاتحه به صورت اجمال صحبت کرده. مثلا گفته که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، این صورت اجمال موضوع هست. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین که یهود و نصارا رو در بر میگیره که علما میگن مفسرین که مراد از غیر المغضوب یهودی ها هستند، ولا الضالین هم منظور نصارا هستند یا نصرانی ها هستند که صورت اجمال بحث ادیان هست که حقیقتا در قرآن کریم موجوده و به همین واسطه که برخی از مفسرین سوره مبارکه فاتحه را ام الکتاب میگن، یعنی اساس قرآن کریمه. میگه به صورت اجمال در این سوره خیلی از مسائلی که در قرآن کریم به صورت کلی مطرح میشه و به صورت تفصیلی مطرح میشه در این سوره الله سبحانه و تعالی میگه به صورت اجمال موضوع را مطرح میکنه. وقتی که وارد سوره بقره میشین، یعنی دومین سوره از نظر مصحف، بله، ترتیب مصحف، وقتی وارد سوره بقره میشیم میبینیم که الله سبحانه و تعالی یعنی وقتی که داستان حضرت آدم علیه السلام شروع میکنه، یعنی بعد از رکوع سوم تقریبا و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، بعد از این رکوع بعدی میگه یا بنی اسرائیل، شروع میشه یا بنی اسرائیل تا به موضوعی که به حضرت ابراهیم علیه السلام میرسه. یعنی تقریبا چندین صفحه و چندین ورقه الله سبحانه و تعالی در مورد یهود صحبت میکنه. بعد میایه باز یا بنی اسرائیل سوم که میایه الله و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، از اینجا دیگه باز بحث بنی اسرائیل تمام میشه، در مورد حضرت ابراهیم صحبت میکنه و سایه یعقوب صحبت میکنه و به همین ترتیب الله سبحانه و تعالی حقیقتا جزء اول را تمام میکنه در این مورد. اگر سوره اعراف را مراجعه بکنین، حتی سوره مائده را مراجعه بکنین، مثلا سوره آل عمران را مراجعه بکنین، در مورد نصارای نجران مثلا صحبت میکنه، دعوت آنها به سوی اسلام صحبت میشه، با اونها استدلال میشه، گفتگو میشه، در مورد داستان حضرت عیسی میایه و به همین ترتیب قرآن کریم را شما جناب استاد که وقتی باز بکنین در بابهای مختلف و در زاویه های مختلف میبینین که اشارات تفصیلی به ادیان داره و صحبت میکنه در این مورد. به احادیث رسول الله علیه السلام هم مراجعه بکنین میبینین که داستانهای از این قبیل از بنی اسرائیل پیامبر علیه السلام نقل میکنن و یا این که از حضرت موسی نقل میشه، از حضرت عیسی نقل میشه، از انبیا علیهم السلام، یا احیانا نامهای اونها گرفته میشه، احیانا نامهای اونها گرفته نمیشه. برخی از اقوام را رسول الله علیه السلام نام میبرن و اشاره میکنن به برخی از داستانهایی که در قرآن کریم، استدلال میکنن به داستانهایی که در قرآن کریمه و این خیلی واضحه. و همچنین
برخی از علما یعنی در این مورد حقیقتا میشه گفت که توجه جدی داشتن در این باب، چون قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم به این مورد اشاره داشته. حالا بیاین به این موضوع یعنی میشه گفت جهت دیگر رو ببینین. این خب جهت اوله که قرآن کریم به این مورد توجه داشته و رسول الله علیه و سلم هم در این مورد فراوان صحبت کردن. حالا بیاین چرا ما یعنی با تأسی از قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم نیاز داریم که ادیان را بشناسیم یا در مورد ادیان اصلا صحبت بکنیم؟ چی نیازیه که شاید یک بیننده بگه چی نیازیه که شما در مورد یهودیت و نصرانیت صحبت بکنید؟ اگرچه خب اینجا به خاطر که بیننده ها هم خسته نشن، شما هم خسته نشین، یک حرفی بگم که چند وقت پیش جناب استاد یک بحثی داشتیم در مورد یهودیت و نصرانیت. یکی از این ویدیوها را بنده گذاشته بودم در فیسبوک، یکی اومده بود برای من پیام داده بود که چرا یهودیت را تبلیغ میکنی؟ ما حقیقتا یهودیت را تبلیغ نمیکنیم، میخواین که یعنی یهودیت و نصرانیت را به چالش بکشیم. وقتی ما میگن مثلا میگن یهودیت و نصرانیت درباره زن چی میگه، در مورد مسائل مختلف چی میگه، در مورد انبیا چی میگه، در مورد الله چی میگه، درباره توحید چی میگه، این مسائل را مطرح میکنین به خاطر اینه که ما اینها را میخواین به چالش بکشین و برای اونها بفهمونیم که اینها خطاست، اینها کلام الله نیست بلکه تحریف شده. خب یک فردی اومده میگه که چرا شما دعوت به یهودیت میکنین؟ نعوذ بالله. خب جناب استاد، با ذکر ای که شما گفتین شما هم خسته و ما هم خسته، به اجازه شما و بیننده های عزیز و گرامی ما هم فرصت مختنم میشماریم، میریم سراغ یک میان برنامه و پس از این میان برنامه انشالله باز هم دوباره با هم خواهیم بود و بحث را پی خواهیم گرفت. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن، بیگمان گوش و چشم و دل همه بازخواست خواهند شد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور الفرقد، ما كنت ابن الله جل جلاله سبحانه، لا والد لم يولد أبدا ولست بثالث لثلاثة، الله فرد ليس بالمتعدد. عيسى ابن مريم يا حبيب محمدي، بشرت يا روح الإله بأحمدي، صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحدي، صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحدي، صلى عليك الله، صلى عليك الله. قد أوجب المختار حبك شرعة فينا وفي الإيمان لم نتردد، يا كلمة الله التي ألقى بها عند البتول وبالنبوة فاشهدي، آمنت أنك عبده ورسوله
الفرقدي ما كنت ابن الله جل جلاله سبحانه لا والد لم يولد سبحانه لا والد لم يولد عيسى ابن مريم يا حبيب محمد بشرت يا روح الإله بأحمد صلى عليك الله صلى عليك الله أبدا ولست بثالث لثلاثة الله فرد ليس بالمتعدد أتباع عيساها رفعنا قدره وبصدقه يدعو البرية سيدي هيا بأحمد آمنوا فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجد عيسى وأحمد مرسلان كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحدين في الذكر والإنجيل رغم الملحدين فعلى البتول وابنها حلل الثناء وسلامنا من متهم أو منجد إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي صلى عليك الله صلى عليك الله إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي بشرت يا روح الإله بأحمد صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحد صلى عليك الله في سلام علیکم بیننده های عزیز و گرامی، دوباره و مجددا در خدمت شما هستیم
و قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح پیرامون تعریف دین، تاریخ ادیان و همچنین اقسام دین به اعتبار معبود و همچنین درباره اشارات قرآن کریم در مورد ادیان صحبت‌های کردن. جناب استاد فاتح، شما از یهودیت و از نصرانیت و از اسلام به عنوان ادیان آسمانی نام بردین که گفتین ما دو نوع دین داریم. بله، اصل، البته اصل که باز هم تاکید میکنیم که این ادیان پیروان خود را به طرف یکتاپرستی و توحید دعوت میکنه. حال اگر بخواهیم که برای یک فرد غیر مسلمان و به دور از دستورات قرآن کریم تعریف کنیم که چه دینی از میان ادیان، کدام دین با طبیعت و سرشت انسان سر سازگاری داره و پاسخگوی نیازهای بشریت است و برای بشریت امروز در تمام ابعاد و زوایای زندگی برنامه داره، چگونه میتونیم ایره به خوردشان بتیم و بفهمانیم؟ جناب استاد، حقیقت امر این است که اگر قبل از این که به سوال بپردازیم اجازه بدین اگر که باقی مانده سوال گذشته را که فقط پیرامون قرآن کریم صحبت کردیم و اینجا رسیده بودیم که چرا ما در قرآن کریم به موضوع ادیان اشاره میشه و چرا ما هم تأکید داریم که ادیان را بفهمیم و یا مورد بررسی قرار بدیم. اگر اجازه شما باشه اول به این سوال بپردازین. جناب استاد، در حقیقت میشه گفت که علتهای مختلفی داره که ما وارد بحث ادیان میشیم یا قرآن کریم وارد بحث ادیان میشه. یک قاعده کلی هست که میگن تعرف الاشیاء باضدادها، یعنی هر چیز با ضد خود شناخته میشه. آنچه که در مقابلش قرار میگیره از اون مقابل میفهمی که این چگونه هست. ما مادامی که آنچه که در برابر اسلام قرار میگیره بشناسیم، یا به تعبیر دیگر بگین که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه میگه که کسی که جاهلیت درست درک نکنه اسلام را نمیتونه درست بفهمه، یا کسی که جاهلیت را نشناسه اسلام را درست نمیفهمه. علتش اینه که وقتی شما جاهلیت را بفهمیم، وقتی شما باطل را بفهمیم و چیزی که در برابر دین اسلام قرار داره او را بشناسیم، دیگه وارد اون خرابی هایی که در اونجاست وارد نمیشیم. این خیلی مهمه جناب استاد، خیلی مهمه که فرد ادیان را بشناسه و آنچه که درباره آنها خرافاتی است که ما بعدا ان شاء الله مثلا در مورد یهودیت و نصرانیت صحبت میکنیم، اینها را وقتی فرد مسلمان بفهمه با دینی که داره افتخار میکنه و باعث افتخارش میشه و به خودش میباله که عجب دینی دارم و این دینهای دیگر چی هست. با عنوان مثال جناب استاد، اگر یک فرد مسلمان بفهمه که یک فرد، این رو به انها در خدمت بیننده ها میگم، عزیزانی که رفتن خودشان میدونن در برخی از کشورهایی که اینها غیر الله را میپرستن، حتی یعنی حیوان کوچکی که به نام موش میگن و عبادت میکنن، یعنی حیوان های مختلفی که اصلا حتی از حیوانات از اعضای بدن انسان چیزهای عبادت میکنن که اصلا نامر نمیشه که انسان بگه. اینها واقعا وقتی فرد میره در یک کشور میبینه که به عنوان مثال یک سنگ را پرستش میکنن، چوب را پرستش میکنن، گو را عبادت میکنن، انواع مختلف از مخلوقات را عبادت میکنن، سنگ را عبادت میکنن، باد را عبادت میکنن، خاک را عبادت میکنن، ستاره عبادت میکنن، به هر حال ماه را عبادت میکنن یا خورشید را عبادت میکنن. انسان به خودش میباله افتخار میکنه که من خالق همه اینها را عبادت میکنم. یا کسی میای عزیر میگه عزیر ابن الله، مثلا عزیر فرزند خداست، نعوذ بالله، برای الله فرزند میتراشه. یکی میگه فرشتگان دختران الله هستن، نعوذ بالله. یکی میگه که عیسی فرزند خداست، خدا ستاست، عقیده به تثلیث داره. انسان مسلمان به خودش افتخار میکنه که بنده یک الله هست، برده یک الله هست، برده یک الله هست و او را عبادت میکنه. دیگه سر در برابر اینها خم نمیکنه که بعد از این که خدا ستا شد، باز بعد از این خدای سگانه بیای باز وارد زیر پرچم و زیر
چتر پاپ باشه، هر چی که پاپ گفت عبادت همون کار را انجام بده و نتونه که از زیر دستور و امر او خودش را رها بکنه و او برایش تصمیم بگیره جنت برایش تعیین بکنه، دوزخ برایش تعیین بکنه، به هر حال سرنوشتش را او بیایه برایش تعیین بکنه و گناهانش را او ببخشه توسط پول. خب بر صورت اینها بسیار مسخره هست جناب استاد، اینها خرافاتی که متاسفانه در دین الله، دینی که الله فرستاده، وجود نداره. خب یک فرد مسلمان وقتی قرآن کریم هم میاد این موضوعات رو مطرح میکنه، این خرابی ها رو مطرح میکنه و مثال های عقلی میزنه الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در مسائل مختلف، یا میگه الله سبحانه و تعالی با اینها استدلال میکنه که این چگونه هست که شما غیر الله را عبادت میکنید در حالی که اینها نفع و ضرر به شما نمیرسانند، اینها بندگان الله هستند و از این قبیل چیزهایی که الله سبحانه و تعالی میاد در قرآن کریم مطرح میکنه. یا در سنت رسول الله علیه السلام وقتی یک مسلمان اینها را بفهمه و علتی که ما هم به این موضوع داخل شدیم اینه که ما برای یک مسلمان معرفی بکنیم که غیر از توی مسلمان دینهای دیگری هم وجود داره، ولی این هم به هر حال مشخصه های این دین ها که در حقیقت برای مسلمان خود به خود یعنی بگین که برایش نوعی غرور دست میده، یعنی غرور کاذب نه بلکه افتخار میکنه به این موضوع. خب به هر صورت جناب استاد و از جهت دیگه ما میفهمیم وقتی که ادیان را بشناسین میفهمیم که والله از روزی که انسان به وجود آمده دینی وجود داشته، این رقم نبوده که فقط دین اسلام باشه. ما وقتی کتاب‌های مختلف را بخوانیم میفهمیم که یا از کتاب‌های مختلفی که در ادیان مختلف هست میدونیم که غیر از قرآن کریم کتاب‌های دیگری هم بوده، وجود داشته و ما وادار میکنه یک فرد مسلمان را بعد از فهمی که از دین خودش پیدا کرد بره دیگران را بخونه، ببینه که در اینها چی هست، چی وجود داره، در میان اینها نوعی میشه گفت که یعنی تطبیق حاصل بشه یا برخی از مسائلی که با هم دیگر اختلاف داره اینها را ببینه، اینها را درست مقارنه بکنه، مقایسه بکنه در میان اینها. و همچنین جناب استاد حقیقتا وقتی انسان دین را بشناسه، ادیان مختلف را بشناسه، وقتی وارد یک کشور میشه، وقتی با گروه‌های مختلف روبرو میشه، میفهمه که دارای چی فکره، دارای چی عقیده. مثلا وقتی با یک هندو برابر میشی میفهمی که دین هندویسم چی چیزها در او هست، وقتی با یک زرتشت برابر میشی میفهمی در کتاب اوستا چیست، وقتی با یک نصرانی برابر میشی میفهمی که دارای چی عقیده است. و این خیلی جناب استاد مؤثره و تأثیر میکنه. وقتی جناب استاد از تفصیلات و جزئیات ادیان باطل انسان مطلع شوه، آگاه شوه، براحتی و بزودی فریب ترفندهای اونها رو نمیخوره. امروز با اشکال مختلف میخوان که عقاید و باورهای باطل خود را مزین و آراسته بسازن، اما کسی که اطلاع داشته باشه و با اصل دینشان آشنا باشه، با عبادتهایشان آشنا باشه، به زودی فریب اینا رو نمیخوره. بدون شک جناب استاد وقتی که مثلا ما در برنامه گذشته که وقتی پیرامون تنصیر صحبت کردیم، وقتی که یک فرد مسلمان بیه دین نصرانیت را درست بشناسه، غیر از اون دینی که به هر حال مبلغینی که خودشان را مزین میکنن با لباس محبت و راستگویی که در حقیقت دروغ میگن برای مردم، حقیقت دینشان را برای مردم تبلیغ نمیکنن و نمیگویند و خودشان هم بر آن دین توجهی ندارن بلکه نوکران استعمار هستند. وقتی که جناب استاد یک فرد بیای دین نصرانیت یا دین یهودیت را درست بشناسه یا ادیان دیگر را بشناسه، فریب نمیخوره. شک در این نیست که فریب نمیخوره، میفهمه که خوبی هایی که در دین خودش هست چی نیازی داره که بره دنبال این ادیان دیگر. به هر صورت جناب استاد اما پیرامون سوال شما که وقتی وارد بشین که چی دینی با سرشت انسانی حقیقتا سازگار هست، من این را به عنوان یک فرد مسلمان میگم و به عنوان یک فرد منصف و از افرادی که غیر مسلمان هم هستن ولی منصفن، متمرد و سرکش و معاند نیستن، چون متاسفانه برخی ها حتی قرآن کریم را وقتی می مطالعه میکنه با دید سطحی قرآن کریم را مطالعه میکنه، با دید بسیار کوتاه. مثلا با ما افکار و پیش‌فرض‌هایی که در ذهنش وجود داره. بله. یا به عنوان مثال جناب استاد جالب بر اینه که ما جرأت میکنیم و این را برای خود جرأت میدیم کتاب مقدس را از اول تا اخیر بیاین روی صفحه بیارین برای مردم نشان بدین که این دین یهودیت، دین نصرانیت، ولی گزینشی این کار را انجام نمیدین، کلش را هم میخوانیم، مطالعه میکنیم که در این کتاب چی وجود داره. یک فرد منصف بیایه قرآن کریم را درست مطالعه بکنه و درست قرآن کریم را در اون تعمق بکنه، سطحی نگاه نکنه. سطحی به این معنا که جناب استاد برخی ها سطحی نگاه میکنن، بعضی ها گزینشی، یعنی به این معنا که سطحی
میایه مثلا قرآن کریم هدفش چیز دیگری است، منظور الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم چیز دیگری است، ولی این یک برداشت دیگری بیایه از این موضوع بکنه، یک برداشت غلط، یک برداشتی که اصلا هیچ رابطه‌ای و هیچ سازگاری با قرآن کریم و با کلام الله سبحانه و تعالی نداره. یا به یک گزینشی انتخاب بکنه، مثلا قرآن کریم را باز میکنه، یک قسمت را میخونه، قسمت دیگر را ترک میکنه، نمیخونه. با عنوان مثال فردی بیاد قرآن کریم را باز بکنه، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که فویل للمصلین، خلاص دیگه میگه فویل للمصلین. الله گفته که در قرآن کریم گفته وای بر نمازگزاران. ببینید مسلمانان نماز میخونن، الله هم در قرآن اینا گفته که مخالف دستور کتابش وای بر نمازگزارها، در حالی که الله متعال تفصیل میده فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. یا الله میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک نشین. میایه میگه که ببینین شما در 70 جای قرآن آمده که شما نماز بخوانین، چی به صورت امر، چی به صورت تشویق، چی به صورت‌های مختلف اخبار آمده. اینها را الله در قرآنش گفته، در کتاب مسلمان ها گفته شما نماز بخوانین، یا تشویق به نماز کرده، یا اخبار گذشتگان را گفته که نماز میخواندن. ولی با آن هم در قرآن اینها وجود داره که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة. این جزئی از تناقضات معرفی بله این تناقض میگه داره. ببینید اینجا میگه شما نماز نخوانید، اینجا تشویق میکنه به نماز. بابا جان الله گفته یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى، یعنی انتم سکارى رو بخوان. این یک مشکل جناب استاد، این سطحی نگری و یا گزینشی انتخاب کردن از یک دین. حالا من به عنوان یک فرد مسلمان و فرد منصف تورات را هم خواندم و میخوانم و انجیل را هم خواندم و میخوانم و کتب دیگر را هم برخی ها را خواندم، قرآن کریم را هم خواندم. وقتی در میان اینها مقارنه میکنم کدام یک کلام الله است، کدام یک به درد بشریت میخوره، کدام یک میتونه که درد بشریت را دوا بکنه، من به عنوان یک فرد مسلمان و فرد منصف و هر فرد منصف را هم دعوت میکنم که بره مراجعه بکنه، قرآن کریم را بخونه. بدون شکی در این شک و تردیدی وجود نداره جناب استاد که دین اسلام تنها دینی است که امروز میتونه دردهای بشریت را دوا بکنه، به شرطی که این دین اسلام تطبیق بشه، از منبع اصلی آن گرفته بشه، نه از من و نه از شما و نه از این و نه از آن، از منبع اصلی آن، از منبع زلالی که بدون تحریف و بدون هیچ تعویل غلطی آن کلام الله و کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم که تفسیر قرآن برسه یک فرد بخونه، بدون شک بهترین راه نجات در آن وجود داره. و در این جناب استاد بنده اندک شک ندارم، چون مسلمانم، نه که تنها که مسلمانم بلکه خودم را یک فرد منصف میدانم، یک فرد عاقل میدانم. الله به من عقل داده، اینها را میخوانم، مطالعه میکنم، کنار هم میگذارم، میبینم که دین اسلام بر همه این ادیان برتری داره و بر همه ادیان حقیقتا چنانچه الله در قرآن کریم هم اشاره کرده و عقیده ما مسلمان هاست که ادیان دیگه منسوخ شده. الله سبحانه و تعالی هم در قرآن کریم به همین موضوع اشاره میکنه جناب استاد. الله میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین فقط در نزد الله اسلامه. یا میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، غیر از اسلام هر کس دین دیگری بگیره از او پذیرفته نمیشه. یا الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه مائده آیه 3 چی میگه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میگه که من دین را امروز کامل کردم و به عنوان دین اسلام را به عنوان دین برگزیده و دین انتخاب شده برای شما انتخاب کردم و به آن راضی شدم و خوشنود شدم. پس بنابراین جناب استاد همچنان که الله سبحانه و تعالی میگه و آنچه که حقیقتا فکر یک انسان با انصاف تقاضای آن را میکنه، به شرطی که بخونه، گفتیم بخونه، نه اینکه از دور سطحی نگری داشته باشه یا گزینشی انتخاب بکنه، درست مطالعه بکنه، اینها را در کنار هم بگذاره و وضع و اوضاعی که امروز مسلمان ها دارن این را به اسلام نچسبانه. مثل که خاورشناسا آمدن کتب مسلمان ها را آمدن مطالعه کردن، گویا ما خاورشناس هستیم، ما متخصص هستیم، بعداً وارونه جلوه دادن و معکوس جلوه دادن. بله این کارها شده، این خیانت ها متاسفانه صورت گرفته و کتاب هایی که امروز نوشتن شاهد این موضوع هست که در کتاب مسلمان ها یک چیز هست، ولی وقتی در کتاب یک مستشرق یا شاگردش که تحت نام سکولار هست مراجعه میکنه میبینی یک چیز دیگری است. اصلا قرآن یک چیزی گفته، یک چیز دیگری میگه، اصلا با هم تناقض داره، متناقضه. یا تاریخ اسلام را واژگون نشان دادن، تاریخ اسلام را یک تاریخ خونین و تاریخ جنگ و جدال و تاریخ خیانت و تاریخ فساد که با الله قسم جناب استاد اگر شما از اسلام درست آگاهی نداشته باشید، اول کتاب یک مستشرق را بخوانید، از اسلام در ذهن شما یک عجوبه یا بگین یک هیولا ساخته میشه. فکر میکنید اسلام یعنی یک دین هیولا، یک دین ترور، دین کشتار و دین از این قبیل چیزها.
چه زمانی این اتفاق میفته؟ زمانی که شما این اسلام را از منبع اصلی نشناسیم، یا از طریق افراد مسلمان بشناسیم که امروز برخی از مسلمان ها چیکار میکنن و عملکرد اونها را به گردن اسلام بندازین، یا هم از طریق مستشرقین و یا هم از طریق شاگردهای اینها که تحت عنوان سکولارها هستند حقیقتا دین را از طریق آنها بشناسیم. پس بنابراین جناب استاد یک فرد منصف و یک فردی که دارای انصاف باشه و مطالعه داشته باشه، این ادیان مختلف را بیای کنار هم بگذاره، بهترین دین را، این را جناب استاد به عنوان یک چالش میگم، بهترین دین و به درد خوردترین دین و دینی که میتونه جامعه را و بشریت را از تمام بدبختی ها نجات بده دین اسلامه. باز هم تاکید میکنم نه روش برخی از مسلمان ها. برخی از مسلمان ها وقتی میان نمایندگی از اسلام نمیتونن اونها بکنن، اونها نماینده اسلام نیستن. ما اسلام را از منبع زلالی که آمده و رسول الله علیه السلام آوردن آن منبع را میکنیم. خب جناب استاد، با ذکر منبع، اگر کسی خواسته باشه که در رابطه با ادیان دیگر مثلا یهودیت یا نصرانیت یا ادیانی که به غیر خداپرستی حتی دعوت میکنن، بوداییسم، هندویسم و صدها دین دیگر که امروز برخی در بحث پلورالیسم اینها را هم جز صراطهای مستقیم میدانن، با اینا اگر بخوان آشنایی حاصل کنن و معلومات حاصل کنن، باید از چه طریقی و از چه منبعی با این ادیان آشنایی حاصل بکنن؟ جناب استاد، در باب ادیان اگرچه ما قبلا هم یعنی تقریبا اشاره کوتاه کردیم، در قرآن کریم برخی ها به صورت اجمال، برخی به صورت تفصیل و در احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم آمده. در کل اگر یک فرد مسلمان در مرحله اول عقیده خود را از منبع زلال قرآن و سنت بگیره، تمام مشکلاتش حل میشه. یعنی میتونه بر همه اینها را بشناسه. یعنی وقتی که اسلام را درست شناخت، بعد از اون بیا اینها را مطالعه بکنه، خود به خود حتی کتب اینها را هم که مطالعه کنه، غیر از کتبی که بر رد اینها نوشته شده، درست بیا کتب اینها را مطالعه بکنه، میفهمه. اما برخی از علما خاصتا در این باب، یعنی این یک علم خاصی است، یک علم خاصی است که به نام علم ملل و نحل میگن. یعنی علمی که در باب ادیان و فرق و مذاهب و گروه های مختلف اینها صحبت میکنه، به این میگن علم ملل و نحل. در این باب جناب استاد کتاب های نوشته شده. مثلا به عنوان مثال بنده به چند کتاب اشاره میکنم. کتاب جاهز نوشته، جاهز معتزلی که متوفای سال 255. کتاب نوشته الرد علی النصارى، رد بر نصرانی ها نوشته. این متوفای سال چند است؟ 255، یعنی در قرن سوم بوده. الرد علی النصارى، الرد علی النصارى، ردیه بر نصارا. بله. جناب استاد، یک نکته را ضمنی عرض بکنم که ما وقتی برخی از علما رو در اینجا نام میبریم یا برخی از نویسندگان رو نام میبریم، به این معنا نیست که کل اقوالی که اینها نوشتند در کتاب‌های مختلف، مثلا جاهز خودش یک معتزلی است، آمده مثلا در این باب نوشته، در ابواب دیگه هم نوشته، کتاب‌های نوشته، مؤلفاتش زیاده. بیشتر در بحث ادبیات فکر کنم، در بحث ادبیات هست، حتی در بحث اعتزال هست، در بحث‌های مختلفی که نوشته. حالا ما وقتی که میان این را نام میبرین، به این معنا نیست که کسی باز بیا از قول ما سوء استفاده بکنه که بگه بله والله نام فلانی را در فلان شبکه گرفتن، پس بنابراین هر چی که در کتاب‌هایش هست بیارین که در کتاب‌هایش هر چی هست بگین که والله در فلان شبکه این گفته شده. نه، ما منظور ما اینه که این فرد یعنی در این باب نوشته الرد علی النصارى. کتاب دیگری امام ابوالحسن اشعری نوشته. حالا با اینکه امام ابوالحسن اشعری دارای چی منهجی بوده، صرف نظر از این موضوع که اول به هر حال منهج معتزلی داشته و بعد اشعری که فعلا هست داشته و بعداً کتابی که آخرین کتابی که نوشته مقالات الاسلام، کتاب اخیری که نوشته که مقالات الاسلامیین اگر اشتباه نگم نامش را، کتاب در این باب نوشته، اصلا با او عقیده‌ای که قبلا داشته، با او دو روشی که قبلا داشته، با او دو طریقی که قبلا داشته، متاسفانه کلا خوشبختانه بگین کلا در تضاده. یعنی عقیده درست و عقیده خوبی در اونجا مطرح کرده. المقالات الاسلامیین ان شاء الله که نامش همین. این هدفتون ابوالحسن اشعری یا مودودی؟ نه ابوالحسن اشعری. ابوالحسن اشعری متوفی سال 324 کتاب نوشته الفصول فی الرد علی الملحدین. در این حقیقتا در رد ملاحده کتاب نوشته. و همچنین ابن حزم ظاهری مشهور متوفی سال 456 کتاب نوشته الفصل فی الملل والاهوا والنحل، کتاب در این باب نوشته. و همچنین شهرستانی کتاب نوشته، شهرستانی متوفی سال 548 هست.
الملل و النحل کتاب در این باب نوشته. کتاب مشهور. بله کتاب مشهوره. و همچنین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم کتابی نوشته متوفی سال 728 هست، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. کتابی در این باب نوشته در رد مسیحیت. به هر صورت جناب استاد این کتاب هایی است که برخی از اینها آمده، یعنی میشه گفت که اینها را معرفی کرده و برخی احیانا ردیه های هم بر اینها داده و برخی از کتب خاص برای ردیه دادن به یک دین و به یک مذهب است. و از کتب معاصرین هم جناب استاد زیاد نوشته شده. فقط یعنی چیزی که مورد توجه بیننده عزیز باشه، چی در زبان فارسی چی در زبان عربی، قبل از اینکه یک کتاب را مطالعه میکنید اول از مؤلفش یک آگاهی داشته باشید، مؤلفش را بشناسید یا نزد یک عالم مراجعه بکنید، چون کتاب ها در این باب زیاده، چی در زبان فارسی چی در زبان عربی. برخی از کتاب‌های مثلا خاصتا برخی از اساتیدی که در افغانستان بودن نوشتن، برخی از اساتیدی در ایران بودن، در تاجیکستان بودن، چون نمیشه که همه اینها را ما بیاین در اینجا بگیم. ولی المهم ای که تاکید میکنم به این موضوع، هر کتابی که میگیرین برای همیشه، برای جوانان عزیز به خصوص، هر کتابی که میگیرین در مرحله اول که میخواین در مورد یک شی آشنایی پیدا بکنین، از یک آدمی بگیرین که مورد اعتماد باشه، معتمد باشه. بعد از این که عقیده را درست فهمیدید و درست آن را هضم کردید، میتونید کتب دیگر را هم، مخالفین را هم مطالعه بکنید و اینها را پیرامون آن مطالعه بکنید و بفهمید، تا اینکه نشه که خالی از ذهن باشید، یک بار باز فریب یک فردی را بخورید که حالا به عنوان یک فرد محقق و به عنوان یک فرد پژوهشگر آمده موضوعاتی در کتابش مطرح کرده و خودش عقیدهش متزلزل، عقیده شما را هم متزلزل بکنه. اینها جناب استاد حقیقتا امر اینه که برخی از کتبی بود که یا برخی از مراجع بود که مرجع اول گفتیم قرآن و سنت و اینهاست، و برخی از این کتاب ها هم میتونن یعنی النصارى گفتن الفصول في الرد على الملحدين از ابو الحسن اشعری و الملل و النحل و الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح که آخرین کتاب بود از شیخ الاسلام ابن تیمیه فکر کنم. بله درست. خب جناب استاد گرامی، اگر موافق باشین باز هم یک توقف کوتاهی می داشته باشیم، همراه با بیننده های عزیز و گرامی میان برنامه می بینیم و پس از این میان برنامه انشالله نوبت به تماس های شما عزیزان میرسه و صحبت های شما و صدای گرم شما را نیز خواهیم داشت. يكسو الجمال ربوع قلبي، يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. نور الهداية زار صدري، هو مبتدأ أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشيت. يا نفحة القرآن فوحي، عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتويت. كم عشت والتفريط عادة، ما ذقت في الدنيا سعادة، حتى اهتديت إلى العبادة. يا راحتي لما اهتديت، سبحان من عدت إليه، بسطت لنا كلتا يديه، ألقيت أوزاري عليه. يا ربي فاغفر ما عصيت.
سلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام دوباره در خدمت شما عزیزان و سروران هستیم و از همکار عزیزم در اتاق کنترل خواهش میکنم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنند تا وقت بیننده های عزیز و گرامی که 20 دقیقه اخیر برنامه است تلف نشود و از تمام بیننده های گرامی تقاضا میکنم که تلاش کنند که از طریق گوشی تلفن با ما در ارتباط باشند و به مجرد اینکه تماس برقرار میشه وارد صحبت شوند تا نه وقت خودشان و نه وقت ما و نه وقت سایر بیننده های عزیز و گرامی تلف شود. خوب جناب استاد عبدالرحمن فاتح، ما گفتیم که در بحث تقسیم بندی ادیان گفتیم ما دو نوع دین داریم، یکی دینی که به سوی یکتاپرستی به سوی خداپرستی دعوت میکنه که عبارت است از ادیان آسمانی و یکی ادیان وضعی ساخته و پرداخته دست بشر است که به سوی شرک و بتپرستی و خرافات و خزعبلات دعوت میکنه که از جمله امروز ما میبینیم که نصرانیت و یهودیت هم به انحراف کشیده شدن و عملا در این دین شرک به صورت آشکار و واضح وجود داره. برخی ها میگن که اصل وقت دین گفتیم دین با پیدایش انسان، با آفرینش اولین انسان آدم علیه السلام دین هم وجود داشته و ظهور کرده. میگن نه، قبل از توحید، چون اساس ادیان آسمانی را گفتیم بر اساس توحید و یکتاپرستی استوار بوده. میگن نه، قبلا شرک بر توحید سبقت داشته. آیا این حرف تا چه اندازه میتونه دقیق بوده باشه؟ آنچه که در نصوص دینی ما مسلمان هاست یا در نصوص دینی برخی از کتبی که به هر حال اشاره شده به آنها که آنها دینهای آسمانی بوده اشاره میشه، نه، این ادعا را رد میکنه و غیر ممکنه وقتی که ما شروع بکنین از این باب که الله سبحانه و تعالی خالق بشریت و خالق انسان هاست، نمیشه بگین که الله از اول بندگان را به سوی شرک دعوت کرده. این یک چیز محال است، یعنی با عقل و با منطق برابر نمیه. بله، و ما در قرآن کریم هم که مراجعه بکنین مثلا همون آیه 36 سوره مبارکه نحل که چند بار هم تکرار کردم، ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که هر پیامبری که به سوی اقوام مختلف فرستاده شده دعوت به سوی چی کرده؟ دعوت به سوی توحید کرده. و این حقیقت هم را در قرآن کریم تشکر استاد فاضل گرامی. خیلی اجازه بدین بریم به سراغ تماس‌ها و تماس اولین بیننده را داشته باشیم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید، شما روی خط هستین. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ خب تماس بیننده ما قطع شد. میریم سراغ بیننده بعدی. همون قسمی که قبلا هم اشاره کردم، بیننده های گرامی تلاش کنین که وقت تماس برقرار میشه مستقیما وارد بحث شوین و دائما از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین و صدای گیرنده یا تلویزیونتون
کاملا ببندین. در خدمت شما هستیم. خب اولین بیننده بعدی را میگیرم. سلام علیکم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خدا معرفی کنیم بیننده گرامی. خب سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی، بفرمایید. خدا معرفی کنیم بیننده گرامی، از کجا صحبت میکنین؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. شاعره هستم از تاجیکستان، بیننده همیشگی شبکه جهانی وصال حق. من میخواستم آن اعتقادی که به الله مهربان دارم و تمام بینندگان این شبکه اظهار کنم. بفرمایید خواهر گرامی. ای بندگان، از خدای بترسید که اگر ما فراموشش کنیم هم او هیچگاه ما را فراموش نمی کند. و اگر دست به درگاهش برداشته از او چیزی بخواهیم او او هیچگاه دستهایمان را خالی بر نمیگرداند. و اگر از نادانی مرتکب بزرگترین گناه هم شویم و از او بخشش طلبیم او ما را می بخشد. بیگمان الله و ما از مادر مهربان تر است. ما همه مخلوقات اللهیم و بازگشتمان هم به سوی اوست. بیگمان الله تواناست و هر کی را بخواهد رزق عطا میکند و هر کی را خواهد امتحان میکند. و خوشا به حال آنکه فقط او را ستایش و پرستش میکند. برادران و خواهران مسلمان، از چرا ما با دانستن این همه قدرت های الله مهربان مرتکب گناه میشویم و برای این دنیای دوردست، دنیای همیشگی امان یعنی قیامتمان را نابود میسازیم. و آنهایی که تا امروز بدعتکار بودند و به الله شریک وارد میکردند بدانند که نیست معبود بر حق جز الله و محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر اوست و قرآن کتاب فرستاده اوست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر خواهر گرامی از شما. تشکر. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟ خب مثل که بیننده ما قطع شد تماس با اینها. خب سراغ بیننده بعدی میریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟ من محمد صادق از تاجیکستانم برادر. محمد صادق بفرمایید برادر گرامی، در خدمت شما هستیم. میخواهم صحبت کنم درباره همین الحال موضوعی که انتخاب شده. بفرمایید. فکری خودم رو بفرمایید. من الحال با استاد سیقل صحبت میکنم. بله، صدای شما داره پخش میشه، مستقیما شما با برنامه در تماس هستین. جناب استاد فاتح گرامی و من صدای شما را میشنم. بفرمایید. الحمدلله. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. حضرتم موضوعی که حضرت قسما گفتن در بیان سخنرانیشان همون رو کمی باز از خودم فکری خودم رو بیان کردنی هستم که مسئله گفتن که حضرت من انصافانه ایستاده از یک جانب صحبت کردنی دعوت کردن انسان ها، اول اون که وقتی که دین اسلام را دین یهودیت را و یا که نصرانیت را صحبت میکنند و میخوانند قرآن را یا که تورات را یا که انجیل را، همین مسائل را میخواهم که انصافانه اگر انسان با بیرون از دین اسلام استاده نمیتواند یا که بیرون از دین نصرانیت استادن ناممکن است. یعنی که مقصد گفتی من همین که اگر انسان در اسلام استاده فکر خودش رو در بالای در اساسی
فکر کنم تماس با آقای محمد صادق قطع شد و میخواستن که منظورشان هدفشان بیشتر توضیح بدن. ما منظورشان دقیق نفهمیدم جناب استاد فاتح، اگر شما متوجه شده باشین بعدا انشالله صحبت میکنیم. میرم سراغ بیننده بعدی. امیدوارم که دوباره تماس بگیرن آقای محمد صادق تا فکرشون رو تکمیل کنن. بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید. سلام علیکم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. من از تاجیکستان هستم. درباره موضوعتون نفهمیدم. کسانی که نماز نخونن و امر معروف کنن چی کنن امر چی فعلیان؟ کسایی که نماز نخونن نه؟ نمیخونن خیر میکنن نه که درباره الله درباره رسول خدا میزنن. درست است. درست است. انشاءالله جناب استاد فاتح در ارتباط صحبت خواهد کردن. نه که در حق دعا کنیم در حق فرزندمون. آمین آمین انشاءالله. انشاءالله. تشکر از شما خواهر گرامی. و علیکم السلام و رحمت الله. و علیکم السلام. میریم سراغ بیننده بعدی. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید شما وصل هستین. خب جناب استاد عبدالرحمن فاتح فکر کنم که تماس ما با بیننده قطع شد. در ارتباط به صحبت برادر ما محمد صادق متوجه شدین چی گفتن؟ تا جایی که بنده متوجه شدم اولا خب تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیز که مشارکت کردن. تا جایی که بنده متوجه شدم فقط پیرامون خوبی های اسلام صحبت کردن و نوعی میشه گفت که به اسلام عزیز و به دینی که دارن افتخار کردن. تا جایی که بنده متوجه شدم این بود. کدام چیزی یعنی به شکل سوال بنده متوجه نشدم که سوال باشه. ما هم متوجه صحبتشون نشدم. امیدوار هستم که تا 10 دقیقه دیگه که در از پایان برنامه باقی مانده دوباره تماس بگیرن. ما میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله. آقای محمد صادق داشتیم درباره شما صحبت میکنیم. بفرمایید برادر گرامی. ما منظورتان هدفتان دقیق متوجه نشدم آقای محمد صادق. هدف من همین که حضرت انسان وقتی که دین اسلام رو در اساس دین اسلام همه چیزی که در روی زمین خواه مادی خواه معنوی خواه عبادت خواه و کذا همه چیزی که مخلوقات پروردگار هست و همین در اساس اسلام اگر شما با یک چیز بها دهید یعنی اگر از مناسبت خود از دید اسلام و از عینک اسلام و از منظر اسلام ما به جهان پیرامون ما چی جهان مادی باشه چه مسائل معنوی باشه ما فکر کنیم و بیاندیشیم به چه نتیجه میرسیم؟ به نتیجه میرسیم که انشاءالله همین خودش انصافانه هست حضرت. یعنی همین خودش یعنی انسان به حقانیت دینش پی میبره، به حقانیت دین اسلام پی میبره که دین بجز دین اسلام. من نمیخوایم که از زبان شما چیزی بگم محمد صادق خان. یعنی شما میخوایم بگین که وقتی گفتم انسان از دید اسلام و از منظر اسلام به جهان پیرامونش به جهان اطرافش میبینه به حقانیت دینش پی میبره و به این نتیجه میرسه که دین اسلام یگانه دین است که در تمام ابعاد زندگی انسان برنامه داره. درست است؟ بله این منظوری من قسما همین است. منظوری من همین است که شما وقتی که خواهید که دین یهودیت رو بگویید که دین دیگر هست بگویید مثلا گیریم الحال وای دین دیگرگون شده هست همین طور است. دین تحریف شده است. هدفتان تحریف شده است. اما انسان اگر همون دین رو وقتی که پروردگار به موسی علیه السلام تورات رو نازل کرد همون در زمان خودش مناسب همون خلق همون ملت نازل شده بود
این البته اراده پروردگار بود. بله. زمان گذشت، وقت گذشت، شریعت ها قسما دیگرگون شد، باز به عیسی علیه السلام بود دیگرگونتر آمد و الحمدلله که ما یعنی دین یهودیت و نصرانیت به یک زمان و مکان محدد بود، به یک قوم معینی بود و نه مثل دین اسلام که دین شامل و دین فراگیر و دینی است که تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت. درست است؟ تشکر از شما. تشکر از شما آقای محمد صادق. اگر اجازه بدید حضور میخواهم که شما رو وقتتان رو گرفتم و انشاءالله فکر من همین که از نظر دین اسلام انشاءالله نگاه کنیم اصلا انشاءالله راه گم نمیشویم و دیگر دینها رو هم به طور کامل میشناسیم انشاءالله. تشکر برادر گرامی آقای محمد صادق. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، شما وصل هستین؟ بفرمایید. سلام علیکم. خب بیننده ما فکر کنم که تماس با اینا قطع شد. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. خواهر گرامی از طریق گوشی تلفن با ما همراه باشین. صدای تلویزیونتان رو ببندین. الو، بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خود معرفی کنین، بفرمایید صحبت کنین. صدای شما وصل است، به طور مستقیم و زنده پخش میشه. بفرمایید. بیننده گرامی صدای تلویزیونتان رو ببندین. بفرمایید. بفرمایید خواهر گرامی، از تاجیکستان صحبت میکنین. بفرمایید. از تاجیکستان هم همه بله مادر کی وقتی که همه قیبگوش و همه چی را نمیفهمه، همه در شریعت سست است. بعد بسیار دعا مینه پدر وفات که اگر میگه در گورش خوب بخیر، گورش بسوزه، همین ما حق داریم که اگران هر گپش بگیم یا که حق نداریم. یعنی هدف نیست خواهر گرامی مادری که به دین توهین میکنه یا چی؟ من دقیق نفهمیدم. مادر 5 وقت نماز نمیخونه، این میگه مسلمون هست که نماز نمیخونه، بعد پدر ما دشنان میسیه که در گورش خوب بخیزه. درست است. متوجه شدیم. همین درباره همین مادر یک بار که همین مادر که و شریعت نره و گپ اسلامی نگه، سخت که فقط بگه خوگ و تو خوگ میترید انتدار تو چفل میشه، همین اگر ما یکان گپ دیم گناهکار میشه. تشکر خواهر گرامی، شنیدیم سوالتان گرفتیم. تشکر. بعد با یک سوالی دیگه که همین زنه که حامله دار باشه شوهرش پدر نعلتش بگه همین چفل است. درست است. انشاءالله گرچه موضوع برنامه نیست بازم تلاش میکنیم که در ارتباط جناب استاد فاتح صحبت کنیم. تشکر از شما خواهر گرامی. آقا وقتی همین زنک حامله دار باشه فهمیدم، متوجه سوالتان شدم خواهر گرامی. تشکر از شما. تشکر. خب جناب استاد عبدالرحمن فاتح، فکر کنم که ما در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و تماس‌ها هم هست، اما اکتفا میکنیم به همین قدر و از بیننده‌های عزیز و گرامی که پشت خط منتظر هستن از اونها معذرت میخوایم. گرچه موضوع برنامه نبود اما انشالله فرصت داریم نیاز است به سوالا. البته آقای محمد صادق هدفشون توضیح داده شد و متوجه شدیم. گفتن که یک خواهر فکر کنم از تاجیکستان گفتن کسی که نماز نمیخونه و در رابطه با پروردگارش اطلاعات نداره و گاهی هم به حد میرسه که خدای نخواست اگر من فهمیده باشم پروردگارش توهین میکنه، به این قسم افراد چه نصیحتی دارین جناب استاد؟
فکر کنم گفتن مادر باشه، درسته؟ نه این سوال بعدی بود که مادر گفتن. این سوال قبلی. خب با همچون فرد اول باید نصیحت صورت بگیره. این فرد ببینن که میفهمه نمیفهمه، اگر نصیحت را قبول نکرد با همچون افراد باید قطع رابطه بشه. یعنی افرادی که توهین به اسلام میکنن یا اگر از روی فهم باشه، ولی اگر از روی نافهمی بهترین خیرخواهی و بهترین کار، چنانچه الله پیامبر علیه السلام هم میگن که دین حقیقتا نصیحت برای الله، برای پیامبرش و برای بقیه مؤمنین. انسان باید از نصیحت و از خیرخواهی برای هیچ فردی فروگذار نباشه، به خصوص این که همسایه‌اش باشه، قومش باشه، رفیقش باشه که به سرش حق داره که موضوعات برایش تشریح بکنه و توضیح بکنه، مگر اینکه گفتیم از روی عناد و سرکشی باشه که در این صورت نصیحت صورت میگیره، ولی اگر نصیحت رو گوش نکرد از همچون افراد باید دوری بشه. تشکر استاد فاتح گرامی. باز هم در ارتباط خواهر ما که صحبت کردن گفتن مادرشان نماز نمیخوانه، مثل سوال قبلی است، اما اینجا بحث مادر است و در ارتباط به دین اونقدر تمسک نداره و همچنین گفتن به پدرشان، پدر خواهر که البته باید شوهر زن باشه، به او بد و بیراه میگن. موضوع بد و بیراه گفتن زن و شوهر ربطی به دختر و پسر نداره. اون دوتا هستن و موضوعشان را خودشان حل میکنن، حل و فصل میکنن، ربطی به فرزندان نداره. و بنده یعنی توصیه میکنم به عنوان یک جوان که هیچ گاهی فرزندان در باب جدال هایی که میان پدر و مادر میشه دخالت نکنن، چون این ربطی به اونها نداره. زن و شوهر هستن، سالها با هم دیگر زندگی کردن و حق و حقوق یکدیگر را باید مراعات بکنن، اما ای که فرزند داخل بشه در این باب ربطی به اون نداره، به خاطر اینکه تنش ها را زیادتر میکنه. یعنی از نظر خانوادگی اگر ببینین، از نظر اخلاقی ببینین، اولا فرزند چون این حقی نداره که بر پدر بگه یا با مادر چیزی بگه، مگر به تنهایی اگر با پدرش صحبت میکنه، برخی از مسائل را میفهمه، به هر حالت از طریق دروغ هم که میشه پدر و مادر به هم نزدیک بکنه. اما ای که دخالت بکنه یا ربطی به او داشته باشه، چون که مادرش با پدرش رابطه خوبی نداره، من هم رابطه خودم را با مادرم بد کنم، این دیگه درست نیست. این ربطی به این موضوع نداره. اما وظیفه چون در قبال مادری که نماز نمیخوانه اصلا. در باب این جناب استاد باید نصیحت بکنن، حتی مادری که کافر باشه و پدری که کافر باشه، چنانچه الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره مبارکه لقمان هم به این موضوع اشاره میکنه. حتی اگر این که تلاش کردن پدر و مادر تو را کافر کنن و این جاهدا که اگر تلاش کردن که تو را کافر هم بکنن، تو حق نداری که در برابر آنها بی‌احترامی بکنی. حرفشان را نپذیر، قبول نکن، ولی احسان و نیکوکاری که الله متعال تو را مسئول قرار داده که در برابر پدر و مادرت بکنی باید انجام بدی، حتی اینکه کافر باشن. چی برسه به این که به هر حال برخی از مسائل یا برخی از احکامات اسلام را اجرا نکنن، حتی اینکه کافر هم باشن، بر فرزند حق بر این است که باید نسبت به پدر و مادر خود احسان بکنه، حرف و بد و رد به اونها نگه، نسبت به اونها بی‌احترامی نکنه. این نظام و این قانونی است که اسلام و قرآن برای ما داده. اما اینکه نماز نمیخوانه نصیحت بکنه، اما رابطه‌اش چگونه باشه؟ رابطه‌اش چگونه باشه؟ نباید رابطه خود را نسبت به پدر و مادرش بد بکنه یا نسبت به اونها نعوذ بالله بد و رد بگه و صله رحم را قطع بکنه. با پدر و مادرش باید رابطه داشته باشه و حتی اینکه گفتیم اگر تلاش بکنن که فرد رو به طرف کفر هم بکشونن، حرفشان رو نپذیره و قبول نکنه. ولی با اونها احسان و نیکوکاری باید بکنه و نهایت احسان و نیکوکاری نسبت به پدر و مادر. نصیحتم به شوهر خواهر که لعنت میفرسته چی است؟ متوجه نشدم. گفتن من حامله هستم، زنی که حامله است و شوهر بر او لعنت میفرسته، یا به او یا به پدرش. لعن فرستادن خب یک حقیقت امریه که برای هیچ فرد مسلمان جایز نیست که رسول الله علیه السلام میگن که مؤمن لعان نیست، یعنی لعن نمیگه. لعن و نفرین کردن اصلا این از اخلاق اسلامی و از اخلاق یک فرد مسلمان نیست، مگر اون کسانی که الله اونها را لعنت کرده که به صورت وصف آدم میتونه لعنت کنه، اما به صورت شخص معین حتی برخی از علما میگن که فردی که کافره تا زمانی که زنده هست ما نمیتونین معینا تعیین بکنین و مشخص بکنین که لعنت بر فلانی. شاید مسلمان بشه، چون لعنت یعنی طرد شدن از رحمت الله، دور شدن از رحمت الله. لعنت حقیقتا میتونه به معنای اخبار باشه، میتونه به معنای دعا باشه. وقتی میگن لعنت بر فلانی یعنی دعا میکنیم که از رحمت الله دور باشه و این حقیقت امریه که رسول الله علیه السلام میگن لعنت فرستادن، فرد مسلمانی که بر فرد دیگر لعنت میفرسته، یا اینه که این لعنت سزاوار این فرد مقابل هست که در این صورت
مستحقش میشه. اگر نباشه میره آسمان ها میای به خودش فرود میای، خودش مورد لعنت الله قرار خودش میگیره. برمیگرده. تشکر جناب استاد عبدالرحمن فاتح. خب بیننده های عزیز و گرامی، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و چنانه که در مقدمه برنامه هم عرض کردم، این بحث ما مقدمه بود، البته نظر به تقاضای شما عزیزان مقدمه بود، پیرامون معرفی یهودیت و نصرانیت، البته به صورت مفصلتر و مشرحتر، و انشاءالله در برنامه‌ای که پیش رو خواهیم داشت در هفته آینده در ارتباط به یهودیت، مصادر دین یهودیت، تورات و تحریف تورات و دلایلی که و دلایلی که در ارتباط به تحریف تورات وجود داره صحبت های خواهیم داشت و منتظر برنامه بعدی من باشید. تا آن دم و آن لحظه همه شما سروران و گرامیان را به پناه الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. oh